نسلیهان آتاگیر روزهای آخر بارداریش رو داره میگذرونه، ولی این بیچاره رو توی این شرایط مردم باز هم ولش نمی‌کنن و حسابی ناراحتش کردن. با هم بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده. با سلویسفدا با اخبار ویژه سلبریتی ترکیه همراه باشید. دوستان، نظر شما در مورد زوج نسلیهان آتاگül و کادیر دولو چیه؟ حدود یه سال پیش قبل از اینکه خبر حاملگی نسلیهان بپیچه، خبر جنجالی دیگه‌ای در مورد این زوج تو فضای مجازی پیچید. اونم این که کادیر داره به نسلیهان خیانت میکنه و حتی خود نسلیهان هم از این موضوع مطلعه، ولی به خاطر علاقه‌اش سکوت کرده و چیزی نمیگه. حتی گفته شد که کادیر کلا این خیانت‌های ریز درشت واسش به نوعی عادت تبدیل شده و نسلیهان هم میدونه و هر از گاهی باید منتظر چنین اتفاقی باشه. یه چیز جالب و عجیب هم چند ماه پیش تو چند تا از منابع خبر ترکیه گفته شد. اونم این که کادیر حتی زن صیغه‌ای هم داره. اونم در شرایطی که این اتفاق در کشوری مثل ترکیه کاملا غیر قانونیه. در کل مثل زوج براک و فاهریه، نسلیهان و کادیر هیچ وقت از حواشی در امان نبودن و نیستن و گویا نخواهند بود. حتی یه تایمی هم این 4 نفر اخبارشون حسابی با هم تلفیق شده بود. بگذریم. اون قضیه خیانت‌های کادیر رو که بهش اشاره کردم یه جوری میشه گفت که تقریباً کنسله. یعنی احتمال اینکه صحت نداشته باشه بیشتره. چرا؟ چون یه شاهد از غیب رسیده، اونم کسی نیست جز برادر کادیر، یعنی برادر شوهر نسلیهان. برادر کادیر کمال دولو هست که خیلی همون از برنامه مد و فشن معروف işte benim stilim میشناسیمش. کمال برادر بزرگ کادیر که یکی از آرایشگران معروف حوزه فشن و همینطور خواننده هست، چند ماه پیش یه مصاحبه عجیب مطالبی رو به صورت کاملا واضح بیان کرد. کمال گفت که من با کادیر فقط رابطه خونی دارم و صرفاً به این دلیل نمیتونم اونو برادر خودم حساب بکنم. سالهاست هیچ رابطه‌ای باهاش ندارم و نمیخوام هم داشته باشم. ولی هیچ وقت مشخص نشده که این دو برادر چرا این همه از هم متنفر شدن. ولی کمال در ادامه یه اظهار نظر جالبی هم کرد که یه جورایی مهر تکذیب بود به شایعات پیش اومده. اون گفت با اینکه ارتباطی با برادرم ندارم و اونو خانواده خودم نمیدونم، ولی اینو با اطمینان 100% میگم که با شناختی که از برادرم دارم، اون هیچ وقت از اوایل جوانیش تا به الان تو هیچ کدوم از رابطه هاش خیانت نکرده و الان هم به نسلیهان امکان نداره خیانت بکنه چون توی ذاتش نیست. خلاصه اظهار نظر کمال در مورد برادرش و رد مسئله خیانت اون یه جورایی همه رو سردرگم کرد که شاید واقعاً کادیر مرتکب چنین کاری نشده، یا حتی بعضیا گفتن شاید کادیر برادرش رو مجبور به گفتن چنین چیزهایی کرده. نظر شما چیه؟ و حالا خبر جدید از نسلیهان. این بازیگر زیبا و ستاره سریال کاراسبدا در آینده نزدیک بچه‌ش رو به دنیا میاره و ماه‌های آخر بارداریش هست. چند روز پیش به گرجستان سفر کرده بود تا توی برنامه‌ای حضور داشته باشه. نسلیهانی که هیچ وقت از حاشیه دور نمونده، یا بهتره بگیم حاشیه ازش دور نمیمونه، بعد از مصاحبه هم باران انتقاد به سمتش سرازیر شد. اون هم از طرف مذهبی‌های افراطی ترکیه. قضیه اینه که نسلیهان قبل از شروع برنامه دستاش رو به حالت دعا گرفت و دعای کوچیکی کرد. مجری ازش پرسید چی کار کردی؟ نسلیهان جواب داد به شیوه خودم دعا کردم که این مصاحبه خوب پیش بره و چیزهایی که احساس نمی کنم رو احساس بکنم. حالا این حرف یا عمل چه مشکلی داشته معلوم نیست، ولی یک سری مذهبی‌های افراطی به شدت ازش انتقاد کردن و گفتن مگه تو مسلمون نیستی که به این شیوه و ادبیات دعا می‌کنی و ابراز تأسف حسابی کردن. البته تعداد دیگه هم ازش حمایت کردن و گفتن که این مباحث ارتباطی به نوع مذهب نداره و لطفاً با یه زن باردار درست رفتار بکنید. این هم از نسلیهان آتاگül و کادیر دولو. حتما نظرتون رو راجع به این زوج و حواشی که براشون پیش میاد واسمون بنویسید. امیدوارم که پسندیده باشید ویدیو امشب رو. متشکرم که مثل همیشه همراه هستید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.